یاد داشته باشید برای کسانی که اینجا در گروه‌های سیاسی هم بودن، در ابتدای انقلاب حکم اعدام یک امر بدیهی بود، کشتن یک امر بدیهی بود. حتی این مسئله مطرح میشه که آقا چرا این لیبرال‌ها رو نمی‌کشید؟ چرا کم می‌کشید؟ می‌دونید؟ بنابراین در تخیله این فرهنگسازان ما، بسیاری از فرهنگسازان، نمی‌دونم همشون، و در نگاهشون و نگرش سیاسیشون این بودش که کشتن میتونه یک امر مشروعی باشه، خشونت میتونه یک امر مشروعی باشه. امروزه آنهایی که در مورد زنان ایرانی کار میکنن، چه آنهایی که در مورد دانشجویان کار میکنن، چه آنهایی که در مورد جنبش‌های مدنی کار میکنن، چه آنهایی که دارن در مورد گروه‌های سیاسی فکر میکنن و احزاب و تعصب و اینا فکر میکنن، اکثرا دارن از حقوق بشر صحبت میکنن، اکثرا دارن از لغو حکم اعدام صحبت میکنن، اکثرا مسئله خشونت رو در مرامنامه‌ها و اساسنامه‌هاشون قرار نمیدن. خب چرا این اتفاق افتاده؟ برای اینکه یک نوع خستگی از خشونت که طبیعتاً هست، که برای کسانی که اینجا در تبعید نشستن این خستگی از چشماشون و در بدنشون دیده میشه و در ذهنش و اذهانشون. ولی غیر از این خستگی یک نوع نگرش جدید به نظر من به مسئله هویت ایرانی و مسئله فرهنگ ایران هم هست. یعنی اساساً نسل جوانتر ایرانیان میخوان بیان و ببینن که لایه‌های مختلف هستی شناختی، انسان شناختی ما و از فرهنگی ما چی بوده، چی هست، ما چگونه میتونیم اینا رو همه رو در کنار هم داشته باشیم بدون اینکه دیگری رو حذف کنیم. درسته؟ پس طبیعتاً اگر من میگم شما در دوره استراحت هم بهتون گفتم، اگر شما میخواین که به سیاست جدیدی برسید، دستور زبانتون هم تغییر بدید. با مفاهیم کهنه فکر نکنید. با اون مفاهیم کهنه بخواید فکر کنید، نتایجش هم کهنه خواهد بود. ولی اگه بخواید پرسش‌های جدید مطرح بکنید، طبیعتاً میتونیم که به نوعی به یک گذار از خشونت هم برسیم، لااقل به صورت ذهنی، روحی و فرهنگی. و اونجا اتفاقاً اگر ما اعتقاد داشته باشیم که ما یک ملت چندگانه هستیم، اگر ما اعتقاد داشته باشیم مثل هندی‌ها ما یک ملت چندگانه هستیم، ما ساحت‌های فکری مختلف داریم، درسته؟ ما ساحت‌های میتونیم بگیم جغرافیایی مختلف داریم، جغرافیایی نه که تیکه بشیم، منظورم از نظر جغرافیایی ذهنی مختلف داریم. ما میتونیم بگیم که خب ما این تکثر رو چگونه باید حفظ کنیم. همونطور که من در مثال هند زدم، چگونه این تکثر رو باید حفظ کنیم؟ آیا این تکثر رو ما باید که با یک نوع زورگویی جدید حفظ بکنیم، یا ما این تکثر رو میتونیم با الهام گرفتن، با تایید یک نوع چندگانگی حفظ بکنیم و با تکذیب تک اندیشی، تک پنداری و تک گفتاری اینو در حقیقت نفیش کنیم. پس اینجا فکر می‌کنم که واقعا یه اتفاق افتاده، یعنی این خواستگاه خشونت به طور کلی دیگه در زبان و کلام و گفتمان روشنفکران ایرانی اونطور که 40 سال پیش بود دیگه نیست که امروزه همه بیان بگن که ما میدونیم که روشنفکران بیان بگن ما میدونیم که اگه انقلاب بشه حتما موفقه و خیلی انقلاب پرثمری خواهد بود بر ما رو به دموکراسی. اصلا چنین انتقادی آرزوی دیگه در میان روشنفکران داخل و خارج از ایران نیستش. این من میرسونه به مسائل بعدی که لطف کردیم و مطرح کردیم. مسائل خیلی جدی هست. ببینید من داشتم باز در دوره استراحت به یکی از دوستان میگفتم، به خود شما داشتم میگفتم که آشتی ملی و بخشش نتایج خشونت پرهیزی هستن، نه پیش برداشت، نتایجش هستن. اگر شما بتونید سیاست خشونت ورزی، یعنی مهار و تقلیل خشونت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در ایران دامن بزنید، طبیعتاً امکان این که ما بتونیم به این آشتی ملی برسیم و مسئله بخشش هم نه اینکه شما عدالت نداشته باشید، بخشش به معنی نیست که شما محاکمه نداشته باشید، بخشش به این معناست که شما تنها داور و تنها قاضی نیستید. بخشش به این معناست که شما مسئله حقیقت گویی براتون مهمه، حقیقت یابی براتون
نیستش که شما عجله داشته باشید که کسی از نابود بشه برای اینکه خب به این نتیجه در خانواده‌تون، در گروه اجتماعیتون، در گروه سیاسیتون، در منطقه‌تون رسیدین که خب این آدم مجرمه دیگه. آره ما مثلا این باید باشه که فقط نمیگیم که این آدم مجرمه، ما میخوایم بدونیم که این افراد چرا این کارها رو انجام دادن. پرسش ما اینه چرا در میان ملت ایران باید آدمکش به وجود بیاد؟ چرا باید در میان ملت ایران آدمکش به وجود بیاد؟ آیا ما دی ان ای آدمکشی داریم؟ نداریم دیگه. اصلا چنین چیزی به نظر من اشتباهه که بیان بگیم که یک ملتی آدمکش تولید میکنه، یک ملتی فقط باندی تولید میکنه. چنین چیزی نیست. همه ملت‌ها میتونن انواع اقسام این افراد رو تولید بکنن. پس اگر ما اعتقاد به چنین دی ان ای نداریم، ما باید اینو در یک مکانیزم اجتماعی حقوقی ببینیم. با کمک البته من میگم نهادهای بین‌المللی که خیلی نهادهای مهمی هستن، نهادهای حقوق بشری، ولی باید که بیشتر از این که میان میگیم که من کسی هستم که نمیبخشم، باید بگیم که ما اصلا مسئله‌مون این که بخشش به این معنی نیستش که من میبخشم یا تو میبخشی. مسئله نیست که ما چگونه میتونیم به آیندهمون فکر کنیم. درسته؟ چون به قول آنارنت حرف قشنگی میزنه، میگه در سیاست اگر آینده، اگه بخشش نباشه، یعنی شما تورق نتونید بکنید، شما در گذشته گیر کردید. یعنی شما هم برمیگردید به عقب مرتبا. چون شما نمیتونید که فکر در مورد آیندهتون بکنید. برای اینکه بتونید فکر در مورد آیندهتون بکنید، شما باید گذشته‌تون رو با خودتون حل و فصل کنید. و این بخشش در حقیقت این موضوع هستش. در موضوع این سه موضوع دیگه که آقای درویشپور مطرح کردن که خشونت دفاعی بود، یا من نگفتم خشونت دفاعی، مسئله دفاع از خود. دفاع از خود میتونه خشونت آمیز هم نباشه. یعنی لزومی نداره که شما کسی که براتون اسلحه کشیده، شما وقتی میخواد از خودتون دفاع کنید، شما الزاما اسلحه بکشید به اون آدم. و مرزش با جنایت به نظر من مرز خیلی مهمیه. چرا؟ چون به نظر من اونجایی که ما داریم از خودمون دفاع میکنیم، اگر ما واقف باشیم و آگاه باشیم به این سرمایه اخلاقی که عاملش هستیم به عنوان یک جنبش مدنی یا به عنوان یک فرد یا یک گروه، در اونجا ما مسئله‌مون این نیست که ما ضمناً داریم با خود جنایت و با خود قتل هم مبارزه میکنیم. یعنی میگیم ما با حکم اعدام مخالفیم. وقتی میگیم با حکم اعدام مخالفی، یعنی ما با یک تکنولوژی در حقیقت مرگاور مخالف هستیم. یعنی نه اینکه ما با کشتن این مخالفیم، ما اصلا با کل این تکنولوژی به قول انقلاب فرانسه ترمودینامیک کشتن مخالفیم. درسته؟ ما با این ترمودینامیک کشتن مخالفیم. و اونجا مسئله دفاع از خود تبدیل میشه به یک حرکت اخلاقی و مدنی، حالا به انواع مختلف. حالا میخواد توی تظاهرات باشه، میخواد توی تحصن باشه، میخواد در یک درگیری باشه، ولی مرزهاشو اخلاق تعیین میکنه. درسته؟ در ایدئولوژی سیاسی اخلاق تعیین میکنه و این اخلاق شهروندی است که مرزش تعیین میکنه. بنابراین این به نظر من خیلی مسئله مهمه. من وقتی در مورد خشونت عمودی و افقی گفتم، منظورم خشونتی بود که عمودی از سوی قدرت یا دولت اعمال میشه به طرف شهروندا و افقی در میان خود شهروندا اعمال میشه، از یک شهروند به یک شهروند دیگه در حقیقت اعمال میشه. این دوتا به نظر من ماهیتاً با هم متفاوت هستن، چون خشونت افقی الزاما خشونت سیاسی نیست، بلکه میتونه خشونت فرهنگی باشه. مثلا شما وقتی که در فرهنگ ایران زنها رو در خانه کتک میزنید، این افقی است، عمودی نیست. میدونی این دولت که به شما نمیاد بگه، که دولت نمیده به میرزا حسن بگه که آقا تو زن کتک بزن. میرزا حسن اعتقاد داره که کتک زدن زنها مشروعه. درسته؟ خب اینجا ما با فرهنگ خشونت روبرو هستیم. همونقدر که گفتم وقتی میریم تماشای اعدام در حقیقت فقط مسئله اون دولت یا اون حکومت نیست که این اعدام میاد در ملأ عام میکنه، اون هم هست، ولی ضمناً این درونی کردن این ترمودینامیک اعدام هستش که مردم اینو درونی میکنن و یه نوع چیز بدیهی برای خودشون هست که آقا ما سماور اینامو برداریم بریم ببینیم که تماشا کنیم، چون یکی مثلا ما سنگسار کنن این چیزا. این دیگه مسئله فقط دولت نیست، اینجا یه مسئله
قوی‌تر و مهمتری هست که ما باید باهاش روبرو بشیم، به ویژه به عنوان نخبگان سیاسی و فرهنگی جامعه‌مون. یعنی باید مرتباً نقدش کنیم، مرتباً باهاش برخورد کنیم، مرتباً براش راه حل پیدا بکنیم، مرتباً بگیم که ما اینو قبول نداریم. نمیگیم ما قوه قضاییه رو فقط با تغییر داد، ما میگیم این رفتار و منش رو با تغییر داد. میدونید؟ چون ما میدونیم که تا حالا گفتمان‌های مختلفی ما داشتیم همش فقط گفتمانمون بالا بوده. آقا اون بالا رو تغییر بده، فقط این بالا رو تغییر بده، قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه، اینا رو تغییر بده درست میشه. چنین چیزی نیست. چون قوه مجریه، قضاییه و مقننه در حقیقت انعکاسی از روحیه ما هست، انعکاسی از اذهان ما هست، انعکاسی یه موی اونها تو تن ما هست. درسته؟ به قول معروف که ما ایرانی میگیم. یعنی در حقیقت اون انعکاسی از فرهنگ ماست. درسته؟ از مریخ که نمیمده که ما تولیدش کردیم. خب ما این پرسش از خودمون باید بکنیم که چرا ما تولیدش کردیم؟ ولی اگه ما با خودمون روراست باشیم و صادق باشیم، میبینیم که بعد از 35 سال همه میگن من که نبودم. اولین چیزی که میشنویم که به این بچه‌های بدبختی که میگم شاگردان من هستن، یا تئوری توطئه‌ای که من که نبودم، بابا بزرگ من که نبود، مادر بزرگ من که نبود، بابای من که نبود، مادر من که نبود، پس کی بود؟ پس اینا از کجا اومدن؟ یعنی آدمی که میاد قتل انجام میده، این از کجا آمده؟ درسته؟ آیا اینو باز میگم بسته‌بندی کردن از یک کشور دیگه فرستادن برای خب طبیعتاً پس این پرسش اساسی است که ما مطرح کنیم و با طرح این پرسش اون نمونه‌هایی که شما بهش اشاره کردین هم طبیعتاً مطرح میشه، به خاطر اینکه ما به دنبال و شما هم درسته که باید بیشتر رو نمونه‌های سیاسی تاکید کرد، ولی خب فکر میکنم که اینها مکمل هم دیگه هستن. یعنی شما فکر میکنم با حرف من موافقید که نمونه‌های صنفی مدنی طبیعتاً مکمل نمونه‌های سیاسی هستن، میتونن تاثیرگذار باشن رو نمونه‌های سیاسی دیگه و ما اینجا به دنبال پتانسیل ها هستیم در تمام این نمونه ها، پتانسیل های خشونت پرهیز که چگونه هست که من باید برمیگردم و میگم که زنان ایرانی این پتانسیل رو به صورت خیلی قوی، فکر نمی‌کنم شما آخرین کسی هستید با مخالفت کنید سر این موضوع، پتانسیل بسیار قوی از خودشون نشون دادن از 35 سال گذشته در محکوم کردن فرهنگ خشونت. اصلا تعداد ادبیاتی که اینها از مجله زنان تا مجله فمینیستی و بقیه چیزها نوشتن در مورد خشونت به مراتب از تمام نوشته‌های روشنفکران ایرانی بیشتر بوده. خب این مسئله معمول موضوع صحبتشون، موضوع تفکر و اندیشه‌شون بوده، پس میتونم برای ما یه در حقیقت دستاورد خیلی مهم باشه. بخشی اون خشونت دفاعی کوبانی رو مثلا اگر چشم، حالا میگم تو سوال بعدی که دارم جواب میدم اونم بهش میدم. آقای سلیمان شاید عرضه عمومی داره این هستش که گفته شد فرهنگ هرچه بیشتر پیشرفت بکنه خشونت‌گرایی رو کمتر. ما در تاریخ معاصر به ویژه در قرن بیستم مشاهده کردیم که کشورهایی که بیشتر از لحاظ فرهنگی توسعه یافته بودند مثل آلمان، انگلیس، فرانسه، آمریکا عامل خشونت‌های بیشتری در عرصه جهانی بودند و من سوالم از شما این است که مرز بین این که دولت‌های قوی همچنان در جهان امروز اعمال خشونت می‌کنند علیرغم اینکه ما مدعی هستیم اینا دستاوردهای بشری زیادی در عرصه فرهنگ داشتن کجاست و آیا جنگ‌هایی که الان وجود داره و علیه تحریم‌ها از مسائل خشونت هست یا نیست؟ آقای پزشکی ضمن خوش آمدگویی به شما در واقع من سه پرسش می‌خواستم مطرح کنم. اول اینکه دقیقاً برای من روشن کنید که مثلا نظر شما در رابطه با جنبش سیاه‌چپ چی هستش و موضوعات شما. پرسش دوم در رابطه با DNA اشارات داشتید دوره؟ DNA DNA
راحت از طریق بیولوژی گویا میشه این موضوع رو حل بشه و خب البته بیشتر این یه چیزی دیگه مطرح میشه پرسش سوم این شما معتقد هستید من مقاله اخیرتون خوندم معتقد هستید که میشه در ایران هم مثل آمریکای لاتین یا مثلا هند یا جاهای دیگه که الان هم اشارات داشتید میشه در واقع دموکراسی و آزادی و ایران با اون تفکر و منتالیته شیعه‌گری از نظر یعنی که این دین شیعه‌گری و عبودیت فرهنگ عبودیت و پرورش لومپنیسم در اون جامعه که میتونه یعنی ما شاهدش هستیم اصلی باشه غیر نتیجه منطقی اون فرهنگ لومپنیسم بیشتر هستش عبودیت پذیری. من اینجا پرسش کردم چرا روشنفکران ایرانی راحت به موضوع دین اسلام و فرهنگش برخورد نمی‌کنن؟ چرا؟ چون رنسانس و اروپا اگر امروز ما می‌بینیم که یک جایی رسیده خط و نشون شد دقیقا در مقابل مذهب کشید تا موفق شد. چرا ما فرمش می‌کنیم؟ پرسش من اینجا. سپاسگزارم. 4 دقیقه بیش. حالا من سوالم از شما من یه سوال دارم. شما را من کنترل کنم اینجا. پاسخ دادن. اگه بخواید میخواد جواب اینا رو بدین چقدر وقت و اگه ناراحت میشن افراد من بهشون احترام نظرم یه کوتاه‌تر اونایی هم برسن مثلا به اون نفر 20 دیگه نمیرسه و بعد من ممکنه نشید باشه یه خورده بچه ها ناراحت نشن ببینید چون دارم من بگم نه دیگه الان سوال پرسیدن هر بار اگه کسی تو خواستم من از آقای پرسید میگم این سوال رو تمام نه بحث بازور نه خب پس شما جواب بدید خیلی خوب مرسی بله برای اینکه خیلی هم طولانی ممکنه یعنی درباره صحبت طولانی ببینید اینها باز خیلی سوالات مهمی هستن که شما همه مطرح کردید و من اینا رو جابجا اگه اجازه بدید صحبت میکنم دربارش. اولا ما میتونیم شما درباره بیولوژی صحبت کردیم و دینی صحبت کردیم من برمیگردم باز مرتبه دیگه توضیح نمیدم فقط شما رو ارجاع میدم به اون تفاوتی که بین پرخاشگری و خشونت گذاشتن یعنی اون جنبه‌های ما میدونیم که روانشناسی و شاید در حال تحقیقاتی که در زمینه بیولوژی شده مسئله اصلیش اون نیست که اون پرخاشگری رو کم بکنه درسته ولی با خشونت نمیتونه برخورد جدی بکنه چرا؟ به خاطر اینکه خشونت مسئله فقط بیولوژی انسان نیستش بلکه مسئله آموزش پرورش انسان هم هست یعنی انسان ها چگونه در عنوان فرد در جامعهشون بار میان چگونه سوشالایز میشن چگونه اجتماعی میشن بچه‌های ما بچه‌هامونو چگونه اجتماعی میکنیم این کلمه سوشالایزیشن یعنی همونقدر که بهشون زبان میآموزیم همونقدر بهشون ارزش‌هایی رو تزریق میکنیم میدونید این ارزش‌ها میتونه ارزش‌هایی مثل محبت و عشق هم باشه ولی خشونت هم جزشه یعنی میآموزیم بهشون میآموزیم بنابراین مسئله اصلی اونجا مسئله آموزش میشه که من حد دارم که بعد کسی دیگه هم از من سوال خواهد کرد و اونجا بهش پاسخ میدم و اتفاقا دو تا سوالی که به هم خیلی ربط دارن یکی مسئله توسعه یافتگیه و یکی مسئله تمدن یا اینکه نقش دین چی هستش در حالا بگیم تمدن بشر من آدم دینستی اصلا نیستم ولی متدین هم نیستم برای اینکه بهتون بگم از ابتدای من بین معنویت و دین تفاوت قائل میشم بین آن چیزی که ما بهش میگیم اسپریچوالیتی و بین دین سامان یافته تفاوت قائل میشم گاندی هم همین کارو میکرد لوتر کینگ هم همین کارو میکرد فرانسیس قدیس هم همین کارو میکرد خیلی ها این کارو میکردن چرا؟ به خاطر اینکه مسئله اصلی به نظر من برای انسان مسئله معنویته حالا بسیاری از شما باید به عنوان ایرانی ممکنه بگید معنویت برای ما یعنی همون عرفان درسته؟ ولی معنویت یعنی در جستجوی معنا بودن در زندگی به نظر من
میتونه عرفان یکیش باشه یا دین غیر سامان یافته، یعنی دین فردی، اون چیزی که کیرکگور بهش میگه دین فردی یا پاسکال بهش میگه دین فردی. هنر میتونه باشه، فلسفه هم هست. فلاسفه به دنبال معنا در زندگی هستن، هنرمندان به دنبال معنا در زندگی هستن، ولی آنهایی که به دنبال معنویت هستن به دنبال معنا در زندگی هستن، میخوان معنا بندازن. و اتفاقا یکی از بحران‌های جامعه ما این هست. حالا اسلام چه شما دوست داشته باشین چه نداشته باشین، اسلام هم یکی از ادیان ابراهیمی است که در بعضی از اشکالش، مثل عرفانش، مثل هنرش، مثل معماریش، مثل خطاطیش، مثل موسیقیش، این جستجوی معنا رو ایجاد کرده. شما مثلا آدمی در کنار اسامه بن لادن و داعش، شما آدمی مثل ابن عربی دارید، درسته؟ شما آدمی مثل حلاج دارید، شما آدمی مختلف اینطوری دارید، مولانا دارید و غیره. حالا من اسما رو همه نمیخوام بگم. بنابراین این موضوع جستجوی معنا هستش که به نظر من خیلی نقش مهمی میتونه بازی کنه. حالا توسعه یافتگی دارم سریع میگم دیگه. توسعه یافتگی به معنای داشتن سرمایه اخلاقی نیست. یعنی خب شما مثال ناسیونال سوسیالیسم آلمان زدید. چرا؟ به خاطر اینکه ما، آمریکا مثال خوبیشه، ما توسعه یافتگی اقتصادی، تکنولوژیک و علمی داریم و دلیل نمیشه که توسعه یافتگی اخلاقی با همراهش باشه. میتونه یک کشوری خیلی از نظر تکنولوژیک پیشرفته باشه، فقط فانتون درست کنه یا هواپیمایی برای اینکه بره بمب ناپالم بندازه سر مثلا ویتنامیا فرض کنه. این اصلا به ما با این دو تا کاملا از هم دیگه جدا کنیم. بعدش هم آن چیزی که ما ببینیم به خاطر دین ستیزیمون امروزه بهش رسیدیم این است که هر نوع عقل‌گرایی موجهه. هر نوع عقل‌گرایی، خصوصا نخبگان علمیمون به این نتیجه رسیدن که آقا پوزیتیویسم بهترین چیزه. همه دیگر رو نفی کن. هنر رو نفی کن، فلسفه رو نفی کن. ولی چون خانششون خیلی ناقصه، همه میان میگن مثل اوگوستو کن همه اینا متافیزیکه. اما متافیزیک نیستش. شما فلسفه و هنر رو از این تمدنی در بیارین، اون تمدن دیگه میشله تا آخر عمرش میشله. فقط برای اینکه یک تمدن نمیتونه بر مبنای علم فقط شکل بگیره. آدما که نمیتونن همشون مثل کتاب آلدوس هاکسلی The Brave New World مثلا 1984 با هم دیگه دارن در ارتباط باشن که. پس مسئله که ما با توتالیتاریسم های قرن 20 داریم، این ایدئولوژی عقل‌گرا هستن که خودشون خشونت ایجاد میکنن به نام عقل، به نام حقیقت پوزیتیو، به نام داروینیسم اجتماعی. پس اینها هم میتونن خشونت‌زا باشن و ما باید با اینها برخورد جدی بکنیم از نظر فلسفی و مواظب این موضوع باشیم که ما در جوامع سرمایه‌داری پیشرفته داریم زندگی میکنیم، حالا چه آمریکا شمالی چه اروپا، که در اون جوامع سرمایه‌داری پیشرفته یعنی متأخر و تکنولوژی‌های جهانی شده میتونن ایجاد خشونت هم بکنن و ما می‌دونیم که این کارو میکنن، ایجاد خشونت میکنن و آموزش خشونت میدن. یکیش همین ویدیوهایی که بازی‌هایی که برای بچه‌ها ایجاد میشه و این خشونت‌هایی و اینا خیلی چیزایی است که ما بدونی که توجه داشته باشیم باش برای صورت میگیره. یعنی طبیعیه این تلویزیون لعنتی همیشه روشنه و دوره سریال های مثل CSI و اینا نشون میده و اینا دائما دارن همدیگه رو میکشن و بر ما خیلی طبیعیه که ما دیگه صدای تیر و تفنگ و اینا دائما تو اتاق خوابمون بیاد و فکر کنیم که حالا بچه‌مون هم نشسته داره بازی‌های مثلا ویدیویی انجام میده، نینتندوهای خیلی قشنگ بازی میکنه. من خیلی از خونه‌های ایرانی رفتم بچه‌هاشون دائما دارن از این بازی‌ها میکنن چون میخوام بچه‌ها رو بفرستن برن دنبال کار خودشون، میگن که خیلی خوب بریم بازی‌ها بکنید، بچه‌ها خیلی دوست دارن. و اینجا به نظر من این موضوع خیلی موضوع مهمی هستش. خب طبیعتاً ما و اینجا دو تا سوال که هم ایشون نوازه آقای کردن هم در حقیقت بحث سیاه‌گر، یعنی مسئله داعش و کوبانی و مسئله سیاه‌گر که ما با در حقیقت نوع مقاومتمون با چی باشه و ما برخوردمون با پدیده‌های میگم جنون‌آمیز و پدیده‌های استبدادی با چگونه باشه. خب من فکر میکنم که ما در چه مقامی داریم صحبت میکنیم، من در چه مقامی
من که اوباما که نیستم، درسته؟ بنابراین خودم رو در اون مرحله نمیذارم که بگم که آقا شما برید مثلا فلانجا رو بمباران کنید اینا، ولی پیش خودم میگم که داعش یک پدیده نیستش که فقط از دل خاورمیانه در آمده باشه، بلکه از خودم سوال میکنم که چگونه ممکنه منی که در تورنتوی کانادا در یک دانشگاهی که اصلا به این چیزا ممکن ربط نداشته باشه، یکی از عناصرش یعنی یک دانشجوی اونجا میره جزء داعش میشه و کشته شده. درسته؟ دانشجو من نبوده و دانشجوی همون دانشگاه من بوده. خب من دانشجو دیگه هم میپرسم، یعنی این پدیده برای من جدی میشه. من میرم از مسلمانان، مثلا از 50 تا شاگرد که من دارم 48 تاشون مسلمانن سر کلاس من، ازشون سوال میکنم شما به عنوان نسل دوم و سوم پاکستانی، سومالیایی و فرض کنین مسلمان هندی، شما براتون اسلام مهمتره یا کانادایی بودن؟ همشون بلا استثنا میگن اسلام، ولی اونا این اسلامشون هنوز ممکنه ایدئولوژیک نباشه. این آدمایی هستن که واقعا معصومن، ولی میگه من میخوام شعار مسلمان داشته باشم، من میخوام برای اینکه حس هویتش، آیدنتیتیش اینو میگه. ولی شما رو این کار که بکنید، دقیقاً کاری که نازی‌ها با فرهنگ آلمان کردن، از این یک دفعه شما یک دستگاه جهنمی میتونید به وجود بیارید و خیلی هم راحت میشه عبور کرد. همه ما داریم این نطفه‌های اهریمنی رو درمون، یعنی خیلی راحت آدمایی که فکر می‌کنن اهورایی هستن خیلی شدید میتونن اهریمنی بشن. من این کلمات رو استفاده می‌کنم فقط در فرهنگ خودمون دارم استفاده می‌کنم، نه در دین زرتشت. و مسئله‌ای که من با جنبش سیاه‌کل دارم این نیستش که چون چند شب پیش هم در یوتیوبری در واقع صحبت کردم، این نیستش که من نمی‌فهمم که کانتکست دوره شاه چی بوده، ولی یک اینکه کانتکست خودم با کانتکست اونا جدا میکنم، دو اینکه فکر میکنم کسانی که اینو پردازش کردن و به این تئوری رسیدن، اونها فهمشون من میگم understanding فهمشون یعنی قوه تفکیکشون بین مسئله خشونت و عدم خشونت تقریبا به صفر رسیده بوده. یعنی فکر میکردیم خب اگه بیان شهید بشن، مبارزه کنن، برن یه جایی رو مثلا بجنگن، این مسئله میتونه حل بکنه این مسئله. خب به نظر من دیگه این مسئله نمیتونه این حل کنه و شاید به این نتیجه رسیده باشم که شاید همونطور که مندلا در یک دوره به این نتیجه رسید که آقا ما این سابوتاژی که می‌کردیم ما رو به نتیجه نرسوند، باید بریم مذاکره کنیم. خب منم به این نتیجه میرسم که این غلط بوده، یعنی کمک زیادی نکرده. سعیدم خودت میگم ولی متأسفانه بازم صحبت کردیم. آقای اسماعیل برای آشتی ملی که شما صحبت کردیم یه بستر علمی واقعی چه از زاویه سیاسی چه از زاویه اجتماعی باید باشه. این بستر رو یه خود بیشتر علمی در رابطه با ایران میتونیم. مرسی. آقای فریدی من سوالم درباره دین هست و اینکه بر اساس صحنه آزادی که دین ایران چه نقشی داره و فکر بحث کلی است که آیا میشه با دین شوخی کرد، تحقیقش کرد، حتی و اسطوره‌هاش به هر زمانی به هر چیزی داریم. باید دو نظر هست. خودم یه چیزی که معتقدم که نباید این کار کرد بخاطر این منطقی که بعد باید بسن که در حوزه آزادی عقیده و بیان جایز میدن. ما این نظر شما داریم برای خانم گیتی. بله، من نظرم سوالم اینه که چگونه با چه ابزاری میشه در مورد حکومت دیکتاتوری که در ایران حاکم هست مردم با چه ابزار کاری میتونن مقابله کنن؟ اگر شما خشونت رو رفع میکنید، یعنی رفع میکنید، نظر شما چیه؟ آیا راه دیگه هم وجود داره؟ اون راست چه میکنه؟ بله. ببینید دوستان، من که اصولا خب چون کارم فلسفه است، با این گفتمانی که ما در گذشتم داشتیم که الان هم میگم بعضی دوستان دارن که کلمه علمو استفاده میکنن، یعنی میگن خب یه چیزی غیر علمیه، من خیلی موافق نیستم. یعنی شما وقتی میگین که بستر علمی بستر علمی یعنی چه این لابراتواری، اینا طبیعتا این منظورتون لابراتوار نیست. یعنی فکر میکنین که تنها نوعی از بستر علمی
عینی و من فکر کردم علمی میگیم ببخشید. خب این تفاوت میذاره ولی خب همون عینی هم شما وقتی میگین یعنی که مثلا مثالاتی که من زدم عینی نبود یا واقعی نبود، چون من در مورد جنبش مدنی ایران صحبت کردم. میدونین جنبش مدنی ایران کاملا بستر عینیه. وقتی در مورد زنان ایرانی صحبت کردم یه بستر کاملا عینیه. وقتی میگم روشنفکران ایرانی به این نوشته‌هاشون به این نتایج رسیدن، این بستر کاملا عینی هستش. خب طبیعتاً همونطور که خدمت ایشون داشتم میگفتم، اگه ما قبول داشته باشیم که این گفتگوی ملی و این آشتی ملی نتیجه یک نوع فرهنگ خشونت پرهیزی، نتیجه مکانیزم‌های خشونت پرهیزی است که ما میتونیم اتخاذ کنیم در منشمون، رفتار مدنیمون و در به نوعی آماده کردن آینده ایران، به جای اینکه دائما بخوایم در برخورد باشیم، تنش باشیم و حذف هم دیگه باشیم و نوع انواع احکام. خب طبیعتاً این آشتی ملی خود به خود میاد. آشتی ملی طبیعتاً با یک نوع نگرش حقوقی هم میاد. چرا؟ چون اون نگرش حقوقی که به خیلی از حقوقدانان ما امروز بهش به این نتیجه رسیدن، دیگه مسئلهش فقط کشتن نیست، اعدام نیست، حذف نیست، بلکه مسئلهش همون مسئله است که من گفتم. یعنی حقوقدان میخواد که نه تنها از مکانیزم‌های کشتار جلوگیری کنه، بلکه خودش تبدیل بشه به آموزش دهنده یک فرهنگ خشونت پرهیز. آموزش دهنده یک فرهنگ خشونت پرهیز. و اینجا به نظر من این نقش بسیار مهمی است که ما باید بهش واقف باشیم. اینها خودش ابزاری هستن که ما میتونیم با استبداد و فکر استبدادی مبارزه بکنیم. استبداد الزاما با استبداد از بین نمیره. استبداد به نظر من با خشونت از بین نمیره. استبداد شخصی نیست. یعنی این باز من اینجا وکابولری اون دست و زبانمون تغییر دادم. ما در فرهنگ‌های شرقی در خاورمیانه سیاست رو به عنوان یک امر شخصی شده می‌بینیم. به عنوان یک امر خصوصی شده می‌بینیم. سیاست در واقع مسئله ساماندهی جامعه است. ساماندهی جامعه فقط بر مبنای یک شخص قرار نمیگیره که شما اون شخص رو حذف کنید و بگید که ساماندهی جامعه از فردا یه چیز دیگه میشه. ساماندهی جامعه به معنای مدیریت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جامعه است و تمام عناصری که درش دخیلن، درش حضور دارن. ببینید رژیم پهلوی دوم، همونقدر که رژیم پهلوی اول ولی بیشتر از اون، رژیم پهلوی دوم مقداری از این توهمی که شاه ایران دچارش بود که موجب ایجاد انقلاب ایران شد، فقط به خاطر این نبود که خود شاه ایران همش میگفت اراده او بود، بلکه اون چیزی که بهش هم میگفتن که تو هستی بود. درسته؟ یعنی وزراش جرئت نمی‌کردن بهش حقایق رو بگن، معاونین وزراش جرئت نمی‌کردن بگن، ارتشی‌ها جرئت نمی‌کردن بگن. خب طبیعتاً این آدمی در یک توهم قرار میگیره دیگه. درسته؟ و این توهم باهاش همراه هست. بنابراین مسئله این که ما چه مکانیزم‌ها و ابزارهای اتخاذ می‌کنیم برای اینکه مبارزه‌مون فقط مبارزه سیاسی نیست. اشتباه ما اینجاست. ما مبارزه‌مون هم مبارزه فکری، فرهنگی، فلسفی است، هم مبارزه اجتماعی سیاسی. ما باید الان یکی از چیزهایی که ما رو تهدید میکنه در جامعه ایران مسئله دروغگوییه. ما چجوری ممکنه که فکر کنیم؟ واقعا من از شما میپرسم، بریم خونه درباره موضوعات فکر کنیم. ما چگونه میتونیم که فکر کنیم که اعتماد داریم به آدمایی که در آینده ایران میان و اونها به اون دروغ نمیگن؟ چون جامعه ما هاتونه که از فرودگاه امام خمینی بذاریم بیرون، از همون راننده تاکسی شروع میکنه بهتون دروغ گفتن تا همسایه‌تون. بچه‌هامون هم یاد گرفتن دروغ بگن. همه به قول داریوش شایگان زندگی اسکیزوفرنیک دارن. درسته؟ دو طبقه‌ای زندگی میکنن. یعنی یاد میگیرن. خب باید از این عبور بکنیم دیگه. حالا اینجا بحث میرسیم به اون مسئله دین و اینکه شما وقتی با دین داریم برخورد میکنیم باز مسئله معنویت مطرح میشه، ولی یک مسئله مهمتر مطرح میشه که مسئله خرافاته. ایرانی‌ها این ملت خرافی هستند.
یعنی من به دوستان داشتم دیروز میگفتم طرف استاد دانشگاه صنعتی شریفه، ولی وقتی که میخواد به سفر به چالوس و جایی نظر میکنه یا میاد دخیل میبنده که مبادا من تصادف کنم، یا به جن اعتقاد داره. بابا آخه بالاخره تکلیفت به خودت چیه؟ درسته؟ و اینجا مسئله‌ای که ما داریم نیست که ما مسئله‌مون، من واقعا اینطوری میگم، مسئله ما که حذف دین که نیستش که از فرهنگمون که، چون به گفته تمام ایران شناسانمون و این سخنرانی که من تو دانمارک کردم، به گفته تمام کسانی که فرهنگ ایران رو خوب میشناسن، ما از زرتشت تا شیعه اثناعشری و تمام در حقیقت ادیان جدید مثل بابیه و بهائیت و اینا که در دقیقاً یا شیخیه که در این 150 سال گذشته در ایران به وجود آمدن، یک خط، یک استمرار داریم. یعنی در دقیقاً داستان برای ما همین چیزیست که هانری کورمن بهش میگه اقلیم هشتم یا جغرافیای ذهنی ایرانیان. ایرانیان فقط مسئلهشون صده به صده و فرهنگی که صده به صده یا از یک دوره تاریخی به دوره تاریخی عوض میشه نیست، یک نوع استمراری دارن که ایرانیت خودشون رو با این توصیف میکنن و این جواب اون سوال هستش که کسی که میگه من دیندار نیستم میره تو جمکران نامه میندازه یا میگه من اینه میخوام بزنم به امام زمان، درسته؟ دینی هم نیست، مخالفت هم میکنه با حکومت دینی و من اینم فقط بگم و اینم باز من نمونه‌شو داشتم در نسل دوم ایرانیایی که در کانادا بودن دیدم و بهتون دارم مثال‌های بارز میزنم. من شاگرد ایرانی داشتم، یک دختر خانومی که به من زنگ زده گفته من سر کلاس نمیام. گفتم که خب تو سر کلاس نمیام کجا بودی؟ من میخوام برم شام نظری ببرم مسجد. میگم تو اصلا در مورد اسلام غیر از اینکه پیغمبر اسلام محمد هست چیز دیگه میدونی؟ میگه نه. خلفای راشدین هم نمیدونم، ولی مادرش بهش گفته یا خودش فکر میکنه که شام نظری ببره کار خوبی داره میکنه. خب شما با این آدم چیکار باید بکنید؟ این آدم دینداری هم نیست به اون معنا، ولی آدم خرافیه. بنابراین ما با یک بهونه‌های دیگه هم برخورد داریم. چی میگی که همین 3 ماه پیش تو تایم نوشته بود 48% از مردم آمریکا فکر میکنن نظر تورات درسته و کل سال پیش آفریده شد. 48%. خب به من چه ربطه؟ من آمریکاییم. من که اعتقاد دارم که آمریکایی‌ها اتفاقاً یکی از مذهبی ترین ملت‌ها، 80% میرن کلیسا و خرافات هم هستش. خیلی خوب، آمریکا هم کمک نمیکنه. مگه شما فکر میکنی حزب تی پارتی کمک میکنه به اینکه خرافات از بین بره؟ نه، خرافات استفاده میکنه برای اینکه بیاد به قدرت برسه. درسته؟ مگه کریستیان زاینیستا کمک میکنن در این؟ نمیکنن. اونا که نمیرن از آقای چامسکی سوال بکنن که یا از فلاسفه‌شون سوال بکنن. خانم سارا پیلین از این خرافات استفاده میکنه، میگه ما با در حقیقت داروینیسم مخالفت میکنیم، ما با آموزش فلان چیز مخالفت میکنیم، ما با فلسفه مخالفت میکنیم و همش با تبلیغ کنیم. چون میخوام به قدرت برسن. یعنی این جوامع همه پتانسیل اینو دارن، ولی بستگی داره که نخبگانشون مثل ما چگونه بودن مقاومت بکنن. مقاومت فکری مهمترین، نه اینکه بریم بشینیم فقط سریال تماشا کنیم. میتونیم مقاومت کنیم. مقاومت احتیاج به فکر کردن داره و خوندن داره و نوشتن داره و بین خودمون دیالوگ برقرار کردن. باید چی؟ من چند سوال داشتم، سوال چون که از جواب ولی بعدا در سخنرانی جایی داره دیدم اما میخورم اون رو میشنوم اونجا داره بحث رو آقا در اونجا مطرح کنم. اینجا که نمیتونم وقت کم از تو چیز دادم در اونجا من اونجا باشم. من سوال میکنم که جواب نیاز دارم برای یکی از سوالایی که اصولا فیلسوفان چه نقشی در ترکیب فرهنگی داشتن؟ مثلا حالا از میشه بگیر، هایدگر بگیر، حتی قبل از اون چه نقشی در این تولیدی داشتن؟ بشون حالا بهش اصطلاحاً میشن فیلسوفان پرخاشگر که اینها چه تأثیری داشتن در ترکیب‌های فرهنگی جامعه و باغچه جامعه که آقای که میگفتن هیتلر و برچی این که سوال بود برای آقای مطرح در جایی اینجا جاش نیستیم خیلی بحثی هست توی من دوم که ما اصولاً که از خشونت صورت یکی از مقالات خودتون که آشنا هست باشون که
نظریه‌های دیگه از از خشونت شرقی صحبت می‌کنم. این خشونت شرقی چه فرقی با خشونتی که در یک روستایی شرقی نیست؟ یا تو تفکر حاکم بر اونجا یا خشونتی که خودتون الان ما در آمریکا چه فرقی در اونجا خشونت است. ولی اون امکانات قوانین چی در اونجا امکان میشه نیست. خشونت نیست. دوم که این روزه هم نمی‌کنم خط باشه اینا. بعد سوم که اگر نمونه باشه که ماکس وبر میگه که همون گونه که در اون کتاب چیز رو اخلاق کردستان در همون که میگه وقتی زمانی که همونقدر اون جمله معروفی که میگه همونقدر که جامعه شرایط اقتصادی رشد صنعتی کشتیرانی و باعث شده است مذهب رفرم در وجود داره وجود داره همونقدر مذهب وجود داره تا این هم تونست وجود تحقیق کنه یعنی حالتی که فرانسه نداشت فرانسه ترکش کارلیست تفاوت داره اون انقلاب شد و اون جلوی انقلاب بقایی همین تحول فلسفی که مقابلش نقش فیلسوفان رو تشکیل و یکی از چیزهایی که چون اصلا جایی که تناسلی در همون شهر شما هستیم فقط یک مسئله که کوتاه صحبت فقط به دو تفکر فقط یک صحبت شد یکی از صحبت شد تفکر با تخصص متفاوت است این رو بعدا این هم جزء اون چیز بذارید تخصص و تفکر و آخریش که شما گفتید بازم من تفکر دارم میخواد کوتاه بگم که شما از تمدن صحبت کردید که با خشونت تناقض است بهتر بود به جای نبود که به جای مدنیت و مدنیت صحبت کنید تناقض باشی است تمدن ما تمدن طولانی داریم ولی مدنیت نداریم جوامع سوی اون تمدن بزرگ چیزی نداشت به مدنیت رسید این تو این نداشت شما من سوالم در مورد اون جمله‌ای بود که اول شما فرمودید تمدن راه ساحل مثلا دریافت من این هست که در راه هدف نیست هدف در ذهن آدم نیست که من موجا برسم اون وقت میشه همون ساحل ولی تصور هدف هست دو تا نظریه که این نقاب قرن گذشته مطرح شد و شما خودتون اشاره کردید به یکی از اونها تفاوت و دیگر به عنوان یک انگیزه انزا میتونه متصور باشه یا نه؟ بله یک تفاوت و دیگر از نظر نویناست تفاوت دیگر باشه بعد یه سوال دیگه هم اگه اجازه شاید مربوط به این بحث نباشه ولی چون در حوزه اندیشه ایشون هست من مطرح میکنم معنویت که الان اشاره کردیم خلاقیت و شهود چگونه از درک حسه های ما به زبان به مفهوم ویتگنشتاین چگونه منتقل میشه اگر بهبود و مایه بودیم و الا میگذاریم باش آخری سوالایشون گفتن جواب ندید بس بیشتر از حد میمونه فقط سوالای شما مسئول خانم فریبا شما مرحبی من سوالم پرسش شد سوال شما مرسی دوست شما من پشت سر مسئله افقی بودن و عمودی بودن این مسئله خشونت شما مطرح کردیم و متفاوت میکنم این دوستان همین توی مسائل و در این خرافات که بین ما مردم ایران به خصوص خیلی خرافات بسیار روایتی این در گفتارشون در مضمون تناقض وجود داره هم در رابطه با خشونت هم در رابطه با مسئله خرافات ما می‌بینیم که تو جامعه آمریکا هم همچین چیزی هست 48% مثلا اعتقادات اینچنانی دارن
این پیوند متقابل داره دقیقاً با مسئله خشونت، چه افقی چه عمودی که شما عنوان کردین پیوند متقابل داره. ولی چه کسی اینو رواج میده؟ آیا مردمان که این کار میکنن یا اینکه نه حاکمیتی که اینو رواج میده و از طریق مدارس، از طریق مراجعه مردم، عمومی مردم به نهادهای مدنی، به اصطلاح مدنی که در یک جامعه دیکتاتوری شما به هر شکلی که مراجعه میکنید جز دروغ، ریا، فریب چیزی وجود نداره. بنابراین مردم چجوری میخوان این فرهنگی که شما اشاره میکنید وجود بیارن؟ آیا اونایی که جریانایی که وجود دارن این چنین قدرتی دارن که همچین کاری میکنن؟ آیا این نهادهای مدنی در اختیارشون هست؟ اینا باید توضیح داده بشه شما بدونید که آقا شما نظرتون چیه؟ ببینید من به وقت درباره خرافی بودن مردم ایران صحبت کردم، یعنی البته به عنوان یک عنصر جامعه شناختی خیلی مهم که باید بهش توجه کرد. داشتم درباره ایران صحبت می‌کردم، من که نمی‌خواستم درباره آمریکا صحبت کنم. حالا هر جامعه رو جدا می‌تونیم جامعه شناسیش رو مطرح کنیم. ولی من به شما از شما یک سوال می‌کنم. در دوران پهلوی که حکومت دینی هم نیست، خیلی از ما به یاد داریم که مراسم روزه‌خوانی، سفره حضرت ابوالفضل و انواع اقسام این چیزها وجود داشته دیگه، درسته؟ که اینا مردم بودن که در محلات خودشون، خانه‌های خودشون، کسی نمیاد بهشون بگه شما باید این کارو بکنید و اینها موجب میشدن که مشروعیتی بدن به کسانی که میامدن با موزه میخوندن و مشروعیتی بدن به اون در حقیقت حرکت اجتماعی، درسته؟ و مشروعیتی بدن به اون خرافات. خب طبیعتا شما اینو به عنوان یک آموزش به بچه‌ها میدین دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه بچه ما دیگه تو فیلم‌های مهرجویی هم داریم، قانون مهرجویی مثلا نگاه کنید می‌بینید دیگه. شما به یک بچه‌ای که داره می‌بینه که مثلا اگه پسر باشه، مثلا بر خود من اتفاق افتاده و بیان بگن که ما یک محفل زنانه‌ای داریم که قراره که یک گوزخون زن بیاد و شما باید خونه بریم بیرون. چرا؟ چون شما محرم نیستید، درسته؟ به این خانم نمیخواد که شما ببینیدش. ولی خب شما چه آموزش دارید به اون بچه میدید؟ به این بچه ایرانی در اون 10 سالگی شما یا 12 سالگی چه آموزشی دارید؟ پس اینجا مسئله حاکمیت نیست، باز شما خیلی راه کوتاه رو پیمودید. میدونید این راه، من میگم راه کوتاه رو بذاریم کنار. این راه کوتاه دقیقاً هم نیست که خیلی از گروه سیاسی هم به ما میگن بکش تموم شد. من قهرمانم. حاکمیت مذهب بها میداد و حمایت مالی میکردنشون. درسته، ولی نه، ولی میدونم، ولی من میگم که فقط حاکمیت نبوده که موجب میشه، بلکه خب خیلی از آدمایی که به هر حال این کارا رو میکردن خیلیشون هم ممکن بوده که با اون حاکمیت، اکثرشون هم با اون حاکمیت خیلی مخالف بودن. میدونی اگه اینطور بود که خب رژیم پهلوی سر جاش میمون که مردم نمیدونن که انقلاب کنن. بنابراین مسئله این که خرافات چگونه رواج پیدا میکنن هم باید ما مطرح کنیم و فکر نکنیم که همش از بالا هستش که این دور خرافات مطرح میشه و این خیلی مسئله مهمه. ولی این من میرسونه به این بحث تمدن. اولا تمدن و مدنیت اصلا یه جدا نیست، از یک ریشه میاد. میدونید مدینه، تمدن، مدنیت همشون از یک ریشه میاد. بنابراین ما داریم چی؟ با تعریف جدید حتی به هر حال اون تمدن باید با خودش یک مدنیت هم به همراه داشته باشه دیگه. میدونید تمدن که یه چیزی در هوا که نیستش که شما تمدن شکل اجتماعی شکل مدنیته. تمدن مایا آستک‌ها اونا مدنیت خودشون داشتن دیگه. من نگفتم مدرنیتی با خیلی فرق میکنه. میدونی من از کجا شروع کنم بحث کردم؟ میدونی هرچی میگم شما میگی یه چیز دیگه میگی. من خب بالاخره مدرنیته با تمدن بعد دو چیز مختلفه، برای اینکه ما داریم در مورد تمدن مدرن صحبت میکنیم. خب ما تمدن‌های ماقبل مدرن هم داریم. خودتون الان داشتین در مورد آستک‌ها و مایاها صحبت می‌کردید، تمدن بسیار بزرگی هم بود. تمدن رومی، یونانی،
ایران ماقبل اسلام، اینا چه ربطی به هم داره؟ ولی آن چیزی که در تمدن به هر حال مهم بوده مسئله فقط توسعه یافتگی که نیست. این مسئله توسعه یافتگی مسئله خیلی جدیده، اتفاقا در دوره مدرن فقط مطرح شده. مسئله که برای مردمان مختلف در گوشه و کنار جهان مطرح بوده در اعصار گوناگون این بوده که مسئله همزیستی بوده و اینکه چگونه با هم زندگی کنن. درسته؟ بنابراین اونها اخلاق اجتماعیشون از چی میگرفتن؟ اخلاق اجتماعیشون از دین میگرفتن، اخلاق اجتماعیشون ممکن بوده از فلسفه بگیرن، اخلاق اجتماعیشون رو از شیوه‌های نگرش سیاسی بگیرن مثل یونانیان باستان، اخلاق اجتماعیشون ممکن بوده از یک نوع قانونگذاری بگیرن که رومی‌ها داشتن. میدونید رومی‌ها خیلی قانونگذاران اول تاریخ هم به اون معنا دیگه. این قانونگذاری برایشون مهمترین نقش رو بازی میکنه. میدونید در حقیقت vox senatus vox populi، صدای سنا صدای مردمه. اینا براشون این مسئله خیلی مسئله مهمی بوده و این اتفاق من برمیگردم به سوال ایشون که وقتی ما میگیم تمدن راهه، تمدن فراینده یعنی چی؟ یعنی که یک جایی به پایان نمیرسه. یعنی چی؟ یعنی که در اون سیر تمدنگرایی که مسئله مهار خشونت هم مطرح میشه، چرا مهار خشونت باید مطرح بشه و اتفاقا مطرح میشه؟ برای اینکه مسئله تفاوت‌ها مطرح میشه، مسئله دیگری مطرح میشه، مسئله این که من و دیگری هستیم که باید همدیگر رو بازشناسی بکنیم. چون مثل داستان روبانسون کروزو به جمعه احتیاج داره برای اینکه روبانسون کروزو باشه. درسته؟ هگل هم در پدیدارشناسی روحش اینو خیلی قشنگ نشون میده. شما یک بازشناسی دو طرفه دارید. میدونید او احتیاج داره، خدایگان به بنده احتیاج داره و چون خدایگان به بنده احتیاج داره طبیعتاً در سیر تمدنی خدایگان و بنده تفاوتشون از بین میره. درسته؟ در سیر تمدنی هم که جلوتر میریم و مسئله که مطرح میشه مسئله اینجاست که این تفاوت‌ها به ما کمک میکنه و تحکیم این تفاوت‌ها به ما کمک میکنه، یعنی قبول کردن تفاوت‌ها به ما اجازه میده که ما همدیگه رو بتونیم تایید کنیم و بتونیم با همدیگه همزیستی کنیم. نه اینکه بگیم که اگه من سربم برای مسلمان‌ها رو بکشم، اگه بخوام در حقیقت این محیط طبیعی خودم رو حفظ کنم. درسته؟ یا این محیط در حقیقت این چیزی که آلمان‌ها بهش گفتن لبنزرام، میدونی، یعنی اون محیط اونجای اون فضای تجربی زندگی خودم رو میخوام حفظ کنم. هیتلر میگفت ما لبنزرام آلبانی اگه بخوام داشته باشیم باید بقیه جاها رو مثلا فرق کنیم یا یهودی‌ها رو از بین ببریم. خب دقیقاً خلاف همین حرفیه که من میزنم دیگه. من میگم آقا بیایم ببینیم این لبنزرام ایرونیا چیه؟ آیا برای اینکه ما بتونیم خودمون رو حفظ کنیم باید دیگری رو از بین ببریم در همون جغرافیای خودمون یا در اقلیم فکریمون یا در اقلیم سیاسیمون؟ نه، چنین چیزی اصلا لازم نیست. اگر هم کسی آمد این حرف رو شما زد بدونید حتما دروغ میگه. حتما دروغ میگه. برای اینکه خودش هم اولین تومه همون که چیز خواهد بود، همون پروسه و همون فرآیند خواهد بود. دوستون آقای اکبر شاه شما مثال زدید در مورد نمونه‌های انسانی، نمونه‌های فردی مبارزه با خشونت و فردی فاطمی بود. دوست داشتم مثال‌های دیگه هم بیارید زمین که برای پرخاشگری که فاطمی داشت از نظر جبهه مقابلش که اشرف باشه خشونت تحلیل میشه برای همین هم کشتن میشه. بعد هم به یک کسایی دیگه هم فکر کنیم ببینیم که دوران به اصطلاح مشروطه کاری و اینا شاید کسی با مطالعه اونا یا با فکر و اینا آدم هر جبهه ناجی بودن یا قهرمان بودن. شما با درود آقای بندو و خوشبختی از حضور من با توجه به جانسختی نیروهای خشونت‌گستر تو جامعه خود ایران
و چیزی که هر روز رو می‌بینیم ابعاد نازک‌تری پیدا می‌کنه. نمونه‌اش این اسیدپاشی هستی که روی جناح یا اصولاً ترویج تحمیل دنسیتیزی توسط نظام حاکم و اندام‌هاش و به هر حال با توجه به همه این عوامل منفی که تو جامعه ما وجود داره چه آینده‌ای برای این حرکت مبارزه با خشونت و خشونت‌ستیزی در ایران می‌بینیم؟ یکی دوم که آقای شاعر هم اشاره کردن به ذکر نمونه‌ها، این به قول معروف میگن با یه گل بهار نمیشه، مصدق وارد نمونه برجسته هست این دنیا، ولی در مقابلش چیزای خشونت به اصطلاح پرداز و خشونت گستر در همون زمان هم وجود داشته. در تاریخ گذشته اونم شما یه اشاره به حلاج کردید، حافظ هم هست، دیگران هستن، نمونه‌های بیشتری بهتره که اگر یادتون بیاد اینا رو یادن خاطرتون هست اینا رو میدید و بخصوص در مورد انقلاب مشروطه در دوران مشروطه چون تاریخ گذشته رو ما نگاه می‌کنیم که بعد از اسلام و چه پیش از اسلام از دوره ساسانی‌ها که برای یه عده‌ای دوره طلاییه در اون دوران ما می‌بینیم دوران سرکوب مالکی‌ها و مزدکی‌ها و مسیحی‌ها و یهودی‌ها و اینا رو ما داریم و قتل پدر توسط پسر، قتل پسر توسط پدر تمام این برای نمونه‌های بعد این برخورد واقع‌بینانه به آینده نه خوشبینانه واقع‌بینانه این چیه؟ درود باشه دو تا شد آقای دکتر صادق بله چیزی نشد عرضم خدمتتون برای من یه مقدار مسئله سیاسی قضیه مطرحه. این روزا همه اتفاق نظر دارن که خشونت چیز خوبی نیست و خشونت رو نفی می‌کنن حتی در عرصه سیاست. اما نتیجه عملی که من ازش دارم می‌بینم در بحث‌ها و گفتگوهایی که میشه هر نوع حرکت سیاسی رادیکال با این بهانه که ما دیگه آهان مبارزه غیر مسالمت‌آمیز نیستیم رفع میشه، نفی میشه. من یه مثالی تازگی بهش برخورد کردم به نظر من میتونه خیلی جالب باشه. گاندی در اون دوره که مشغول مبارزه بود تظاهرات بسیار وسیع رو فکر می‌کنم در آگرا بود، تظاهرات و انگلیسی‌ها شدیداً دچار وحشت شده بودند. به همین دلیل نیروهای کمکی رو از جاهای دیگه بسیج کرده بودند برای جلوگیری از اثرات این تظاهرات. سندیکای راه آهن با اعتصاب حمایتی تظاهرات رو از کار انداخته بود و نیروهای نظامی نتونستند در روز تظاهرات به آگرا بیان. گاندی تظاهرات رو لغو می‌کنه با این استدلال که ما از جهت اخلاقی در موقعیت ضعیفی قرار می‌گیریم، دشمن با تمام توان خودش باید با ما برخورد بکنه و این تظاهرات خشونت‌آمیزی شد. یعنی نه به دلیل اینکه گاندی می‌خواست خشونت بکنه، طرف مقابل برخوردش موجب خشونت شد. خب ما امروز با یه حکومتی سر و کار داریم که خشونت جزء یعنی بنیان‌های ساختاریشه، هم از جهت ایدئولوژیک و هم از جهت پرکتیک عملی سیاسی و این خشونت رو به شنیدترین شکل ممکنی که توسط یک قدرت سیاسی میتونه به شکل سیستماتیک اعمال بشه تا کنون اعمال کرده. همه قرائن و شواهد هم نشون میده که شیوهش رو تغییر نخواهد، همونطور که تا تغییر نداره. چگونه میشه مبارزه مسالمت‌آمیز رو پیش برد در این همچه شرایطی؟ چون این استدلال در بحث‌هایی که میشه در برابر اونایی که معتقدن خیلی ساده جماعت کیف اصلاح طلبان حکومتی و
دارالدسته‌شون که همه تبلیغ میکنن و در حقیقت یک نوع حذف به وجود میارن مانع از اکتیو شدن جامعه. اجازه بدید من باید از این نکته آخر شروع کنم که نکته خیلی خوبی است. در درجه اول میدونید من خودم خیلی فکر کردم به عنوان اینکه من به هر حال کارم فلسفه است، من سیاستمدار نیستم، هیچ وقت اونم جزو گروه‌های سیاسی نبودم و حتی در دوره انقلاب هم جزو گروه‌های سیاسی نخواستم قرار بگیرم، برای اینکه خب عشقم به فلسفه مهمتر بوده و اجازه بهم نمیداده که از هیچ ایدئولوژی پیروی کنم. ولی این موضوع بر من شاید از همون سن خیلی مطرح بود، شاید به خاطر اینکه من تو فرانسه درس خوندم و برای فرانسه محض رادیکالیسمه، ولی تحت تاثیر اساتید فرانسوی این پرسش برای من مطرح میشد که رادیکالیسم چیه در حقیقت؟ افرادی که میان با خودشون میگن رادیکال یعنی چی؟ و در طول زندگیم به اینجا رسیدم که مهمترین نوع رادیکالیسم ذهنی و فکری است، نه آن چیزی که آدم‌ها ادعا میکنن که ما رادیکالیم، مثلا چون پیرهن چه‌گوارا میپوشن یا مثلا کلاه فلان میذارن یا مثلا سیبیل فلان میذارن یا ادای تمدنی ما رو روشون صحبت میکنیم. ما که تنها تمدن بشر که نیستیم، که ما که تنها جامعه نیستیم، که ما اصلا اشتباه خواهد بود اگه فکر کنیم که گل سرسبد مثلا تمام دنیا هستیم و فقط خودمون میدونیم. طبیعتا مجبوریم که بخونیم، ببینیم، تجربه کنیم، صحبت کنیم، سفر کنیم، به جای اینکه فقط توی دهکوره بمونیم و فکر کنیم که بله همین است و بس. داخل اون کسی که توی دهکوره میمونه و سفر نمیکنه و نمیخونه میشه داعش. دقیقاً. چرا؟ به خاطر اینکه همون چیزی که بهش میگن قبول میکنه. این همین. و خب پس نتیجه این نیست که الگو برداری نیست، تجربیات زیسته و زنده انسان‌های دیگه است که میتونه به ما خیلی چیزا بیاموزه. همونقدر که ما لذت می‌بریم از شنیدن موسیقی بتهوون و موزارت که تجربه زیسته یک سری آدمی است که در اون قسمت اروپا زندگی می‌کردن، یا دیدن تابلو پیکاسو یا چیزهای دیگه و خوندن پروست، خب با اینم یکیشه. حالا چرا فکر می‌کنیم که الگو برداری، مگه ما از پروست داریم الگو برداری می‌کنیم؟ من لذت می‌برم وقتی تولستوی می‌خونم یا داستایوفسکی می‌خونم، درسته؟ برای اینکه اون از آن خودم می‌دونم، این جزء میراث بشر هستش. و اینجا من فکر می‌کنم که ما در مورد نمونه‌های فرهنگی خودمون یعنی احتیاج داره به یک اصلا بحث جداگانه، برای اینکه این واقعا احتیاج داره به اینکه ما بیایم و خوشبختانه این دوره اتفاق میفته در ایران. ما بیایم اصلا گفتم تمام این منابع رو استخراج کنیم، باش کار کنیم، فکر کنیم. ما اینقدر ما نمونه‌های رواداری، ما اندرزنامه‌هامون رو نگاه کنیم، چقدر ما نمونه‌های رواداری داریم. فقط مسئله شیخ سعدی و حافظ و اینا نیستش. ما ابوالحسن خرقانی هست، نمیدونم قابوسنامه هست، مرزباننامه هست و خیلی چیزای دیگه که شما میخونید ببینید با اون طرف داره میگه چی داره میگه من خشونت نکن، خشونت چیز بدیه، اشتباهه، یا کلمه رواداری رو استفاده میکنه، یا تساهل استفاده میکنه، یا تسامح استفاده میکنه. چرا اینا وجود داره؟ چرا اینو ما به اسمش گذاشتیم اندرزنامه؟ در ایران باستان هم هستش، درسته؟ انواع اقسامش هم هستش. حتی در گاته‌های زرتشت یک گاو هم که میدونی که خونده گاته‌های زرتشت، خب میدونی که داستان گاوره که میدونی که گاوه که به اهورا از انسان‌ها شکایت میکنه، میگه آقا ای اهورا به این انسان‌ها بگو من اذیت نکنم. یعنی حتی این بودش هم هست که با جانوران هم میکنن که بگویم مال فرهنگ ماست. آخه فراموش شده، کاملا فراموش شده دیگه. اگه فراموش نشد فقط 2 نفر دستشون بلند کردن تو سالن وقتی من میگم کی خونده. یعنی چی؟ یعنی که ما این فرهنگمون رو باید استخراج کنیم، فکر کنیم، زندهش کنیم. به خدا گاندی این کار کرد، بقیه هم این کار کردن، یعنی واقف بودن. گاندی با باگاوادگیتا کار میکرد. حالا شما میخوان بگین که به من چه؟ میخوان اگه به من چه که به من چه، ولی واقعیتش اینه با یک فرهنگی در اختیارمون هست، فرهنگ خودمون هم فقط در اختیارمون هست، میتونیم اینو باش برخورد درست بکنیم.
میدونیم به جای اینکه اینو به عنوان یک تیک فور گرانتد به قول اونوریا که فکر کنیم که خب اینا که هست دیگه، منم این جزء این اقلیمم ولی نمیدونم چی هستش اینا. نه، من میگم باش کار بکنیم، بعد میتونیم از توش نمونه‌هامون رو در بیاریم. آقای دلی من خیلی مطمئن عرض کنم دارم خسته نباشید. مرسی. من اول سوال نداشتم، بعدا به سوال کننده ها چه بهتر بعد جوابایی که شما فرمودید، چون من از تمام بحثی که شما فرمودید اون چیزی که بیشتر به نظر من مناسب حال ایران می‌آمد شریعت زود مشروعیت زدایی از خشونت بود که چاره کار مملکت ما میتونه باشه. ولی از اونجایی که شما چند دفعه مثال زدید که تحلیل از اون بالا کارگر نیست در رابطه با اینکه می‌رفتن برای تماشای اعدام، و یا اینکه مثلا ما باید فرهنگ سازی بکنیم و هدف هم حذف دین از فرهنگ ایرانی نیست، و یا را کاملا من هم قبول دارم، چون اصلا نمیشه فرهنگ دین یا به این راحتی ها از ایران را جدا کرد. منتها مسئله اینجاست که اون بالا مشروعیت زدایی باید از اون بالا صورت بگیره، در حالی که الان مشروعیت دادن صورت میگیره. یعنی همین الان که ما اینجا نشستیم، همون قانونی که همتون الان چون معروف شنیدید برای حمایت از اونهایی که امر معروف و نهی از منکر میکنن تو مجلس، از اون طرف شما بچه‌تون که شما مثال روز خوندید و من مثلا شاهراه دارید، اون یک کمی متفاوت‌تر از امروز بچه ما از روزی که متولد میشه ناخودآگاه رادیو تلویزیون یک چیزهایی میگن تا روزی که متوجه بشه و پای تلویزیون بشه، برنامه کودک شروع میشه، فرهنگ رو اشاره میده که توش خشونت هست، تا کودکستان، دبستان، دبیرستان، راهنمایی، دانشگاه و همه تو جامعه هم که برید، چه تو کارخونه‌اش، چه تو اداره‌اش، انجمن اسلامی هست. به جای اینکه یا تو کارخونه جات انجمن اسلامی که قبلا من شورای کارگر بود، ببخشید سوالم بلند بود، چیز خب همه اینا هست. اینا باعث اشاعه خشونت میشه، برای اینکه اینا به اینا اجازه میدن که شما موظفی همسایت رو گزارش کنی، موظفی به حجاب فلان کس کار داشته باشی، شما جزء وظیفه دینی هست که به این کارا برسی، بعد کار داشته باشی. و اگر ما بخوایم مشروعیت زدایی رو بکنیم، نه تنها اینکه شما فرمودید اون بالایی مثلا تو مجلس اونو تغییر بدید درست نمیشه، بنده عرض میکنم که به اونم تازه کفایت نمیکنه، خود این نظامی که باعث اینجور فرهنگ سازی میشه اون باید تغییر بکنه، و این که ما اون موقع بتونیم به مردممون بگیم اگر بخوایم این فرهنگ دین یه مقدار ملایم بشه، نمیگیم از بین بره، کما اینکه خب شما ایرانیای خارج از کشور رو میبینید از اون چیزاشون تفاوتشون افتادن. من سوالم اینجا میشه که بخوایم اگر این فرهنگ مشروعیت زدایی از خشونت را ایران خودمون پیاده بکنیم چه راهکاری وجود داره؟ ببینید جامعه خود ما متأسفانه تلویزیونی که نیست که بخواد این کار رو بکنه. این تلویزیون‌های بیرون از کشور هم چیزهای دیگه رو دنبال دارن، اصلا گوش به این حرفا. اگر همچین حرفی میزنن کسی گوش نمیده. راهکار چی هست که ما بتونیم فرهنگ سازی بکنیم که اون خشونتی که اونجا اشاره داده میشه ما جلوش بگیریم و بتونیم فرهنگ غیر خشونتی مملکت جاری کنیم. نفر آخر دوستان آقای حمید. آقای جانبهدو، ما حکومت عرفی دورشار را دیدیم، حکومت ایدئولوژی اسلامی را دیدیم. هر حکومت ایدئولوژی غیر اسلامی هم در کشورمون وجود بیاد خشونت رو گسترش میده. آیا حکومت دموکراسی پارلمانی چه نقشی میتونه در گسترش مسئولیت خشونت پردازی بازی بکنه به جامعه‌ای که مثلا اعدام نبینه در خیابون‌ها یا بسیار چیزای دیگه و آزادی احزاب باشه؟ نقشش چیه؟ چقدر میتونه این جامعه با تاریخ اینچنینی از خشونت اون درس‌های خشونت پذیری رو زنده بکنه و عمده بکنه به بچه؟ آقای جلال شما من سوال اینه که این خشونت پذیری میشه برای ایران این مسئله مجدد باشه در حالی که دین ما جهانی چند کشوریه یا در منطقه زندگی میکنیم، آیا میشه این فکر رو در ایران مشخصا اونجا که شما از میگید فرهنگ ما هست اون بیارید استفاده کنید،
زمانی که یه پیرامون قوی است که تاثیر میذاره. یعنی آیا ممکنه این تغییرات، این خشونت پردهی در این منطقه بدون این پیرامون، بدون این مسائل صورت بگیره؟ آیا ممکنه که ما این راه رو زمانی که دیگران نمیخوایم ما بتونیم بریم؟ منظورم اون حوزه فرهنگی و اجتماعی ماست که توش هست. آقای همین جناب، به نظر میاد که برداشتم این از صحبتی که شما کردیم، اگر تو این جمع یک پرسشنامه رو رد کنیم 99% از این جمع همه با اون فکری که میگه که ما بایستی خشونت پرهیز باشیم، این فکر رو بذاریم کنار رو توافق میکنن. به نظر میاد که باید اون صحبتی کردید خشونت پرهیزی رو شما به عنوان یک مثلا لغتنامه، یک زبان، یک دستور رو طرح کردید. ولی آیا این صرف طرح این موضوع به این شکل میتونه ساختارهای فکری که در واقع این جمع که نمونه از کل جامعه مؤسس رو تحت تاثیر خودش قرار بده و به اصطلاح بار یک گام به جلوتر ببره، آیا فقط این صرف تحریم بس فکر به شکل یک گفتار درمانی خاصی نمیشه تا اینکه به طور جدی ما در واقع انواع اون جنبش‌های خشونت پرهیزی که در نقاط دیگه جهان بوده موفقیت‌هایی رو دست کرده ما بتونیم کسب کنیم؟ یعنی اگر وقتی که بیان این دوستان که همه در مثلا این جمعی که هستش رو پاسخ بهشون که خب حالا برای تاثیرگذاری و تغییر در جامعه ایران چه کار واسه می‌کنیم؟ اینجاستش که پاسخ آیا بر مبنای این فرهنگی که شما دارید تعریف کنید هستش یا در واقع نشأ گرفته از نگاهی که ریشه مانده در فکر ما نگاه این رو اگر ببینید آیا فقط فلسفه این موضوع بس کافی است؟ چه کاری دیگه میشه کرد؟ ما چه بکنیم؟ با این جامعه که دستمون مونده چیکار کنیم؟ حالا اصلی اینه. ببینید خب البته خیلی ممنون از سوالاتون که باز موجب میشه که من بیشتر بتونم فکر کنم در کار فلسفیم و فکریم و روشن فکریم درباره این موضوعات و خب گیرهایی که ممکنه داشته باشه بیان این مطلب از طرف من بیشتر گفتار درمانی که نمی کنم چون اصلا خودم در این مسند قرار نمیدم، ولی کار من کار روشنفکری عمومی و انتقادی است و بیشتر بحث کار فکری و فلسفی و همونطور که شما فرمودید خب دستور زبان بسیار مهمه برای اینکه اجازه به ما میده که اون چیزی که من گفتم دستور زبان اجازه به ما میده که ما با فعل جدید، با فاعل جدید، با فعلیت جدید به یک موضوع اجتماعی و سیاسی بپردازیم و اصلا از اون نظریه‌های توطئه و نظریه دیگه بیام کاملا بیرون، ولی فکر کنیم که حالا ما فاعلان کیان و فعلیتمون کی هست. من با این میگم دستور زبان و اینجا به نظر من باید به این موضوعات پرداخت که ایجاد پرسش و پرسشگری مهمترین مسئله است به نظر من. ما اگه بتونیم پرسش برای خودمون طرح کنیم ما میتونیم در حقیقت به دنبال مکانیزم‌های درست هم باشیم برای اینکه گذار بکنیم از یک وضعیت نامطلوب و خشن به یک وضعیتی که میتونه اجازه به ما بده که ما این خشونت رو مهار بکنیم. حالا این منظور من چیست؟ همونطور که گفتین مشروعیت زدایی است، بله، ولی مشروعیت زدایی که با آموزش شهروندی همراهه. اینا راهش خیلی عینیشه، با آموزش شهروندی همراهه، از طریق درس دادن و نوشتن، از طریق خلاقیت‌های هنری، تمام این شبکه‌های شهروندی نوع جدید که اجازه میده که شما نسل بعدی رو آماده کنین برای اینکه از اون دور باطل خشونت در بیاد و فکر کنین که پتانسیل هایی درش هست، نه برای اینکه الزاماً به نظر من لاغر، نه فقط برای اینکه انقلاب کنه، برای اینکه آماده بشه برای اینکه جامعه جدیدی رو در ایران طراحی کنه و بسازه و مدیریت بتونه بکنه. میدونید مثلا اینجا خیلی
جامعه ایران به نظر من جامعه بسیار مشکلیه. از تمام افرادی که در این اتاق نشستن، از هر کی بخواد که فردا بره جامعه ایران مدیریت کنه شکست می‌خوره. این برای اینکه جامعه خیلی راحتی نیست برای مدیریتش، میدونید. بنابراین ما چگونه باید خودمون رو آماده کنیم؟ با حرف زدن که فایده نداره. ما باید این مکانیزم رو بتونیم ایجاد کنیم. ولی برای اینکه بتونیم این مکانیزم رو ایجاد بکنیم، باید پرسش‌های درست بکنیم. و برای اینکه بتونیم پرسش‌های درست بکنیم، باید اون دید انتقادی درست رو داشته باشیم. درسته؟ پس اینا همش نکات خیلی مهمیه و ضمناً ما باید واقف باشیم به این موضوع که ما در یک فرهنگ متضاد داریم زندگی می‌کنیم. ما با یک فرهنگی، با یک جامعه‌ای با پارادوکس‌های بسیار زیاد داریم زندگی می‌کنیم. این پارادوکس‌ها از توش فضاهایی ایجاد میشه که یا خودش از بین میبره در دوره‌های مختلف، یا اینکه به شما یک حاشیه‌هایی از آزادی رو میده که شما بتونین بیان و اون کار انجام بدین. چنانکه این در دوره رفسنجانی اتفاق افتاد، در دوره خاتمی اتفاق افتاد. میدونید موجب میشه که افرادی که از بک‌گراندهای مختلف هستن، از گذشته‌های فکری مختلف هستن، بیان بشینن با هم دیگه فکر کنن و بگن که خب حالا من میتونم مثلا اینطوری هم درباره این مسائل فکر کنم، یا مثلا من با کسی که از یه دیدگاه دینی خیلی تندرو بوده و امروزه با رواداری بیشتری و با تسامح بیشتری داره برخورد میکنه، من بیام بشینم با هم دیگه مجله درست کنیم، یا با هم دیگه بتونیم یه جنبش مدنی درست کنیم، یا مثل داستان زنان با هم دیگه مطالبات متحد داشته باشیم. میدونید تمام اینا خیلی موضوعات مهمی هستش که من فکر می‌کنم که باید بهش توجه کرد. و اینجا نقش شهروندا خب طبیعتا خیلی مهم میشه دیگه. وقتی شما میگین دموکراسی پارلمانی بدون اشتیاق دموکراتیک و بدون نقش شهروندا در هیچ گوشه دنیا در ایران که حتما صورت نخواهد گرفت. بنابراین ببینیم ما این اشتیاق دموکراتیک رو داریم یا فکر می‌کنیم دموکراسی پارلمانی رو باید از بالا بیان برامون درست کنن. خب یعنی چی؟ یعنی همون چیزی که لوتر کینگ بیچاره میگفتش که دموکراسی یک فین پیپر نیست، یک کاغذ نازک نیست. It's a thick action. میدونید یک کنش سخته، نه یک کاغذ نرم. یعنی چی؟ یعنی شما فقط در قانون با نوشتن قانون اساسی که دموکرات نمیشین. شما باید دموکراسی مبارزه کنین هر روز، حتی تو خود آمریکاش، حتی تو خود سوئدش و جای دیگه. خب پس آیا ما این روانشناسی دموکراتیک خودمون داریم که میخوام بگیم ما دموکراسی ایجاد بشه؟ خب اگه نداشته باشیم که خب طبیعتا دموکراسی هم نخواهیم داشته. ما فقط میگیم گله میکنیم یا میگیم دیگران بدن، ولی خب دیگران برفرض بد، اهریمنی، اصلا مزخرف، درسته؟ خب ولی چی شد؟ بعدش چی؟ خودمون چی؟ خودمون چیکار باید بکنیم؟ چگونه باید خودمون درست کنیم؟ بچه‌هامون، نوه‌هامون چیکار باید بکنیم؟ خب اینا تمامش پرسشایی است که من میگم باید کرد و سوالایی که باید از خود برای ما مطرح باشه و اینا سوالایی است که امیدوارم وقتی که رفتیم خونه در موردش فکر کنیم. دوستان، من از طرف شما و از طرف اتحادیه سراسری، از طرف تمام ایرانیانی که توی اسکاندیناوی از دانمارک و گوتوبوری و استکهلم صحبت‌های دوست گرامی آقای دکتر جهانبخش رو گوش دادن، از ایشون سپاسگزاری می‌کنم در خدمت شما و امیدوارم که بتونیم در آینده هم در جلسات دیگه ایشون رو داشته باشیم.